درود دوستان، خوش اومدیم به ویدیو. من ابوالفضل هستم و اومدی با یه ویدیو گیم پلی دیگه از یه بازی سبک بقا. خیلی جذاب بازی. ممنون میشم اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک و کانال منو سابسکرایب کنید. عشقید. بریم واسه بازی. ممنون از حمایت شما. خب دوستان بازی پلی شد. دوستان بازی قضیهش از این قراره. ما الان داخل یه مپ هستیم و ما الان خونه رو کامله، یعنی قلمون رو تقویت کردیم. ولی شما وقتی که وارد تازه بازی میشین قلعه خیلی هیچی نداره، در واقع هیچ نداره. شما هستین و 2 نفر از سربازا یا همون رفیقات. من الان اینجا بیمارستان زدم، آشپزخونه زدم یا همون رستوران، اینجا تخت خواب و اتاق خواب زدم، اینجا رو نمیدونم، اینجا هم انباره. 2 تا پارکینگ هم گذاشتم، تله هم گذاشتم که اگه زامبیا چون داخل این بازی خب زامبیا هر دفعه حمله بدی به شما میکنن، هر دفعه هم قوی تر حمله میکنن. زامبیای مختلفی هم داره. فعلا زیر مپ کوچیک اینجا لول 1 زده، نمیدونم لول ولش کن آقا. 1 میبینید علامت هشدار 1 زده. این رسید به 3 زامبیا حمله میکنن و ما میتونیم از اینجا این رو مثلا بگیم که ما به چیا نیاز داریم و برامون نیرو کمکی بفرست. بعد این هم مپ داخلشه. ما باید کل این شهر رو مثلا یه جوری میز از خودمون محافظت بکنیم و آمار بیاریم برای کیا، برای هلیکوپتری که میاد اینجا. خب ولی تو شب خطرناکه بری بیرون چون زامبیا قوی تر میشه. الان تعداد خیلی کمی دارم. چون شما حواستون به غلطون باشه. حواستون به غلطون نباشه نابود میشه. اینجا ما الکتریسیته یعنی خود برق تولید میکنه برامون. اینجا دوباره خوابگاه زدیم، یعنی اینجا میخوابم بچه. بریم چه آشنایی با چه رو نشونتون بدیم. اینجا داغون دور تا دور حصار کشیده شده است. خب اینجا رو میبینید خوابگاه بچه ها چون اینجا من میخوابن. فقط تنها راه ورود به اینجا فقط از این دره، یعنی زامبیا اگه وارد اینجا میشدن نمیتونن از اینجا بیان، از این میله ها بیان داخل، چون اینجا رو ما خودمون درست کردیم. این دره بعضی موقع صفر میشه، تو باید اینجوری بازیش بکن. ببین الان اختارمون شد 2. داره بازی شد چند؟ 2. 3 که بشه حمله شدید بدی میکنن و ما باید بریم داخل خونه. نکته بعد باید بریم داخل خونه و منابع جمع کنیم. منابع مثل غذا، مدیکی همون مثلا پزشکی و منابع پزشکی، تیر و تفنگ، مساله ساختمون و بنزین و نفت و چیزا. الان ما مدیک صفره و من الان میخوام هلیکوپتری که نشست چند دقیقه دیگه میشینه. درخواست چی بدم؟ 18 دقیقه دیگه میشینه. من میخوام درخواست وسایل مدیک بدم. اینجا هم بیمارستانمونه، اینجا دستشوییه، اینجا بیمارستان. اینه که حالشون خیلی بده میان اینجا. مدیک هم که خوابش برده یه خودش باید خوبش. فقط شما باید حواستون به غلطون باشه. جستجو که بره بالا انرژی کاراکتر میاد پایین. اگه دقت بکنین انرژیش الان پر کامل نمیشه، جونش هم همین. بعد گروه زامبیا رو داریم. چه میبینیشون گروهی حمله میکنه. یه نفرشون که تو رو ببینه همشون سمت شروع شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فعلا طلاهامون داره خوب کار میکنه ولی از او بردارن هم خیلی هم تعداد بالایی داره.
تعداد بالایی داره. بذار یه ذره بریخت به نظر میرسه. اومدن نخواه صدا رو کم کنم. حالا داره بمبا کار میکنه. وای 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 بعد حمله کرد. دو زامبیا دارم برای ولی بمبمون کار کرد. خیلی صدا داره. ای بای تیرم تموم شد. الان داره باز میکنه. دقیقا یه گروهشون داره از این بر حمله میکنه. یک بار این بر یک بارم او بر حمله میکنه. همون برم داره حمله میکنه. چطوره؟ او بر خوب. الان اینجا ما داریم یه بار دیگه هم داره حمله میکنه. فعلا اوضاع خوبه و نتونستم بیاد داخل قلعه. تیرم نداره. تیر بیار بریم. نشونه بل نمیکنن یعنی چقدر سریعش برادر بلکه اوضاع خبری نیست. تو عالی ولی نه بعضیشون قوی هم مثل اینا سرباز بودن. این الان تیر میزنم داخل کلش میخوره داخل کلاه. برم سربازه چونش زیادتر رو فرستن لحظه برم نشون شد. این میخوره داخل مشکلی ها رو نمیبینی. الان دیگه خیلی خوب جواب نمیده. وای وای شیت شیت نشون شروع شد. خدا بس دیگه. این سرعتیشونه. این عوضی سرعتیه. خیلی سرعتیه. چقدر زیادن اینا. جورم دارن میان. دو نفر از دست میدیم. دو نفر فعلا دارن جون میدن.
من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه میدم. نه مایک لازم داره. کشتنش. ببر سری درستش کن. کنم تعداد بالایی از دست دادیم. اوی بزن. نه 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 نه